بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خدا. درسی امروزی خود را آغاز کنیم. موضوع درسی امروزی ما موضوعی هستند به نام کانسولیدیت. یک مبحثی را داریم در قسمت دیتا تولز که در اینجا یک بخش هستند به نام دیتا تولز. و دیروز از قسمت دیتا تولز تکست تو کالم خواندیم و در این حال فلش فیل و ریموو دوپلیکیت و در قسمت تاپیک انتهایی ما بودن به نام دیتا والیدیشن. به همین ترتیب اما امروز ما گزینه ای را در اینجا میخوانیم به نام کانسولیدیت و بعدا ریلیشنشیپ و دیتا منیج دیتا مدلز. به همین ترتیب این را از بخشی چی میخوانیم؟ از بخشی دیتا تولز. خب قسمت بعدی که در اینجا هستن به نام what if analyze هستن. what if analyze و در عین حال forecast sheet که قسمت forecast sheet میاین. این یک گروه متفاوت دیگر هستن و گروه دیگه که در اینجا وجود دارن به نام outline هستن. گروه outline وظیفهش گروپ کردن، انگروپ کردن و ساب توتال را برای شما نشان میدن. حالا میاییم از قسمت کانسولیدیت آغاز کنیم که از قسمت کانسولیدیت به چی صورت استفاده داریم و به چی صورت کار میگیریم کانسولیدیت را. خب در اینجا اولین کاری که انجام میدین شما باید یک محدوده را برای خود انتخاب کنین و یک دیتایی را در اینجا درج کنین. قسمی که ما در جلسه قبلی یک دیتایی را از اینجا آوردم به نام دی سم. فکر کنم که حالا در اینجا چون فایلش نیستن و مخاطر. خب نوشتنیم. فکر کنین که ما در اینجا نوشتنم که نیم، بعدا نوشتنم که مت بایو کمیستری داری. فکر کنین که حالا این امتحانای کدام سال هستن؟ مثلا 4 ماه هستن، امتحانی 4 ماهه مکاتب. و یک امتحان دیگر داریم سالانه. ما در حال حاضر به این ترتیبی را یک باردر میدیم با شارتکت استفاده کنیم و دوباره قسمت دیتا میاییم و از این یک کپی دیگر را بازم مجددا میگیریم کنترل سی و در اینجا میایم کنترل وی میزنیم. بمیشه اینا هر دوی شبیه هم. البته اگر خوبتر هستن که نامهایش درج کنیم. در اینجا نوشتم که هادی، فهیم، حالا نسیم، زکی، حالا فاطمه، جواد. بمیشه مضامینی را که در اینجا درج می‌کنیم باید از 40 نمبر و بالا نباشن چون امتحان 4 ماهه هستن. امتحان 4 ماهه معمولا از 40 هستن، یعنی نمبر پوری از اینا 40 هستن. ما در اینجا نمرات متفاوت را ما درج کنیم به این شکل. شما هم بعدا میتونین که نمرات را چنجز بیارید به این شکل. به همین ترتیب نمرات شاگردان ما در اینجا درج کنیم. دقیقا امی بخش ما کپی میگیرم در حال حاضر و در اینجا میایم پست کنم و این امتحانی سالانه شده در اینجا مد نظر میگیرم. امتحان سالانه زیرم مثلا از 60 نمبر میدم به اینجا. از 60 نمبر همین بالاترین نمبر 60 هستن. میتونم 59 نمبر و نمرات متفاوت در اینجا برش اختصاص میدیم به این شکل. حالا در اینجا نمرات متفاوت گرفتم به این شکل. حالا دیگرایش باقی ماندهش باش باند باشه. خب در اینجا یک گزینه داریم به نام کانسولیدیت. کانسولیدیت وظیفه‌ش نوشته summarize data from separate range، یعنی خلاصه این دو بخش برای شما میگیرن. یعنی مجموعه از این بخش همراه با مجموعه از این بخش برای شما میگیرن. مثلا چه قسمی؟ شما میایین در اینجا محدوده رو برای خود انتخاب کنین، روی کانسولیدیت کلیک کنین، برای خود میگوین که نمونهش رو چی کار کنن؟ سم کنن برای شما. ریفرنس رنج برای شما مشخص کنین، میگوین که این ساحه باشه. البته یادتان باشه که از 32 خانه به نظرم که زیادتر نمیگیرن. اولا خودید اد میزنین، زمانی که اد زدین خانه بعدی رو در اینجا میایین کلیک کنین. البته ما در اینجا یک بار کنسل بزنیم، در این قسمت باید انتخاب شون. ببینید در اینجا خانه متفاوت تر را انتخاب کنید. در اینجا میایین قسمت کانسولیدیت و از قسمت کانسولیدیت اولا رو دیلیت میزنم به خاطر اینکه اشتباه نشن از پیش ما.
در قسمت ریفرنس اولین خانه رو این انتخاب کنیم. همیشه یادتان باشه که جای دیگر را انتخاب کنید به همین ترتیب، یعنی روی ازی و یا روی ازی انتخاب نکنید که بعدا دیتایتون روی ازی نمیاد. این را اد میزنید و قسمت بعدی میایین این خانه رو انتخاب کنید برش و دوباره اد میزنید. تاب رو یعنی بالاترین رو و لفت کالم را به عنوان چی نگیرن، به عنوان سم. در اینجا مثلا مت همراه بایو جمع نکنن، جمع نمیشن به این ترتیب. و همون خاطر بر از این مشخصیم که لیبل ها در تیبل کدام هستن. ما میگیم تاب رو و لفت کالم به عنوان لیبل هستن. لیبل حالتی هستن که شما در اینجا به عنوان تایتل در اونجا استفاده دارین و از اینجا اوکی میزنید. ببینید یک قسمتی حالا در اینجا نیم را اد می‌کنیم فقط تنها، البته نیم به همین شکل. مجموعه نمراتی سالانه و مجموعه را در اینجا جمع کردن برای شما آوردن. ببینید 40 جمع چند جمع 60 میشدن 100. به همین ترتیب اینی مجموعه نمراتی هستن. وظیفه کانسولیدیت ای هستن که شما چندین دانه جدول دارین، یک دانه جدول هم ندارین. به همین ترتیب مثلا این امتحان 4 ماهه بودن، این امتحان سالانه بودن و یک امتحان دیگر را در اینجا مد نظر بگیریم، امتحان صنفی مثلا. به همین شکل اینا رو شما میتونید که با هم دیگر جمع کنید و نمراتش در اینجا مشخص کنید. این وظیفه کانسولیدیت در قسمت دیتا هستن در اینجا. قسمت بعدی که در اینجا هستن یک بحثی داریم به نام ریلیشنشیپ. خب من ریلیشنشیپ رو برای شما توضیح میدم که ریلیشنشیپ چی هستن، کاربردش چی هستن و چه قسمی استفاده میشن. ببینین معمولا ما البته در اینجا یک دیاگرام رو برای شما باز کردیم راجع بر ریلیشنشیپ ها هستن که ریلیشنشیپ چی هستن. اگر ما ریلیشنشیپ رو در ابتدا تعریف کنیم برای شما، ریلیشنشیپ در دیتابیس یک جا نمودن دو یا بیشتر از دو جدول را میگن ریلیشنشیپ، که حالا این بسیار مختصر ما توضیح دادم برای شما، بسیار ساده. حالا بالا ما ریلیشنشیپ ها رو به انواع مختلف تقسیم کنیم. بعدا ریلیشنشیپ از نوع 1 to 1 هستن، 1 to many هستن، many to many هستن. قبل از اینکه شما ریلیشنشیپ رو بفهمید باید کی رو بفهمید. کلید در زبان فارسی به معنای کلید یادن و در زبان انگلیسی به معنای کی میگن، که ما انواع و اقسام کلیدها رو داریم در ریلیشنشیپ. پرایمری کی داریم، فورن کی داریم، سوپر کی داریم، کاندیدیت کی داریم و به ترتیب کلیدهای دیگر را هم در اینجا داریم. خب وظیفه ازی چی هستن؟ من یک نمونه از ریلیشنشیپ رو در اینجا برای شما نشان میدم به این ترتیب. حالا یک نمونه بسیار ساده در اینجا آوردن، حالا در اینجا عکس‌های شاید زیادتر آورده باشه به این شکل. ببینید این یک نوع از ریلیشنشیپ هستن در دیتابیس. حالا هر دیتابیسش هر چی که نام دارن. اولا این بخش به نام ER دیاگرام میگن به این ترتیب. خب ببینید در اینجا چی کارن. وظیفه ریلیشنشیپ از بین بردن دیتاهای تکراری هستن، یعنی اجازه نمیدن که دیتاهای تکراری در اونجا استفاده شونن. وظیفه ریلیشنشیپ نمیستن. مثلا اگر یک نفر آیدیش یک باشن، باز آیدی نفری دیگر هم براتون بگیم یک قرار نمیدن. ریلیشنشیپ یک از خاصیت هایش هستن که ریموو کردن دیتاهای تکراری و در عین حال کانکت کردن دیتاهای سیم. مثلا براتون بگم یک نفر مثلا در اینجا ما در روی اکسل بیایم، فکر کنین که اینجا آیدی شما بر از اینا آیدی اختصاص میدم به این شکل. اینجا آیدی شماره 1 نوشتنیم تا قسمت انتهایی رو کشف کنیم. میشه ما دیزاین هم برایش مد نظر بگیریم. ببینید در اینجا آیدی از این نفر 1 هستن. در حساب ریلیشنشیپ فقط کافی هستن که شما در اینجا آیدی نوشته کنید و دوباره 1 نوشته کنید. به این ترتیب از این استفاده کنید. دیگه نیاز نیستن که نام نوشته کنید. چرا؟ به خاطر که نامش در تیبل اولی ذکر شدن، یعنی تکرار نمیخواین که باشن. میگوین آیدی که مساوی با آیدی 1 بودن اینی دیتا ها رو برش بیاد میشه. این یک از بخش های ریلیشنشیپ هستن. ببینید من یک نمونه کار رو برای شما در قسمت مایکروسافت پینت در بخش ریلیشنشیپ ها.
ببینید اگر مد نظر بگیرید این جدول از جدول چی باشن، جدول مین جدول یا جدول آفیس شما، یا مثلا براتون میگم تیبلی به نام شما جور کردین به نام آفیس، و این آفیس زیر مجموعهش کدام جدول ها قرار میگیرن، کدام بخش ها قرار میگیرن. ما یک ایار دیاگرام برای شما ترسیم مونیم. در اینجا دو تیبل دیگر به صورت عمده در حال حاضر ما مد نظر میگیریم، گرچه 3-4 تیبل میاین ولی ما در حال حاضر دو تیبل مد نظر میگیریم. کدام تیبل ها هستن؟ یعنی تیبل های هستن در اینجا ما ریلیشنشیپ برقرار داریم با این تیبل و یک ریلیشنشیپ برقرار داریم با این تیبل. یعنی چی؟ یعنی این تیبل ما به نام تیبل استودنت هستن، یعنی این تیبل ما به نام تیبل تیچر هستن به ترتیب. یعنی چی؟ یعنی به نام آفیس تیبل هستن یا مین تیبل. آفیس تیبل ما کنترل کننده، یعنی اداره کنترل کننده چی هستن؟ هم استودنت هستن هم تیچر. حالا این که از کدام نوع هستن، یک به یک هستن. حالا در اینجا میگیم که یک دانه آفیس میتونن که چندین دانه شاگرد کنترل کنن، یک تا آفیس میتونن که چندین دانه تیچر را کنترل کنن به این ترتیب. یعنی وان تو مینی هستن ریلیشنشیپش، از نوعی وان تو مینی. باز دوباره اگر ما بیایم در اینجا بررسی کنیم، باز دوباره در اینجا شما میتونید که جدول های متفاوت دیگر باز ترسیم کنیم. مثلا این چی؟ ما بیایم در این قسمت میگویم که ریلیشنشیپ از نوع چی هستن؟ 1 to 1 هستن به همین ترتیب. چرا؟ به خاطری که یک دانه شاگرد، البته این جدول رو مد نظر میگیریم که ریزالت، یک شاگرد یک بار ریزالت میگیرن به همین ترتیب. و در عین حال این اگر مد نظر بگیریم فیس، یک شاگرد در یک ماه یک بار فیس میدن به همین ترتیب. این ریلیشنشیپ های از اینا از نوعی یک به یک هستن، یک به چندین نیستن. این یک نوعی از ریلیشنشیپ هستن که کارها را ساده تر مونن، دیتا ها را منیج مونن و برای مدیریت کردن دیتا، برای از بین بردن دیتا های تکراری مورد استفاده قرار میگیرن. خب در اکسل، آیا در اکسل در اینجا رویش کار کنیم؟ خیر، به خاطر از اینکه در قسمت اکسل ما در قسمت اکسس با بسیار خلاصه با تقریبا 5 جلسه که 3 جلسه درسی تنها اکسس در اکسس چی ریلیشنشیپ رو میخوانیم که چی کارا رو کنیم. ولی در اینجا اولا خواهیم چه قسمی فعال کنیم، چون از این خاطر اگر من در اینجا توضیح بدم کمی برای شما گم میشن، یعنی برای شما ناآشنا میشن. ببینید چه قسمی فعال کنیم. ریلیشنشیپ ها معمولا روی تیبل ها مورد استفاده قرار میگیرن. قسمی که شما میبینید اینا رنج هستن. روزهای قبل هم برای شما گفتم که اینا رنج هستن. شما اگر کنترل تی بزنید، ما یک بار در اینجا میایم یکی رو انتخاب کنید، کنترل تی در تیبل تبدیل کنید، یک بخش ببینید در تیبل تبدیل شد. ولی تا به حال ببینید این فعال نشدن، یعنی ریلیشنشیپ غیر فعال هستن. من این تیبل مورد نظر از اینجا به صورت کلی پاک کنم که برای ما گم نباشن. در قسمت بعدی اگر ما بیایم دوباره مجددا این بخش را هم با کنترل تی تبدیل کنیم به این شکل، ببینید حالا اگر در قسمت دیتا بیاین ریلیشنشیپ فعال شد. این تیبل خود را نامگذاری به نام تیبل چی نوشتم؟ مین تیبل. مثلا این تیبل به نام چی میمونه؟ مثلا حالا ریزالت مثلا. حالا دیگه شما هر نامی که خودتون اختصاص دادید، من فقط به خاطر تفکیک دو تا تیبل من این نام رو میدم برایش. در اینجا ببینید قسمت چی هستن؟ قسمت ریلیشنشیپس فعال شدن. خب منظم نوشته create or edit relationships between tables. یعنی براتون بگویم دو دانه تیبل برای شما ریلیشن میدن، ارتباط میدن برای شما. در اینجا زمانی که روی این گزینه کلیک کنید همچون فضایی برای شما میاد. شما روی گزینه نیو کلیک کنید که یک ریلیشنشیپ یا یک ارتباط رو برقرار کنید. خب اینیالی بحث برمیگردن در قسمت کلیدها که ما نمیفهمیم، و مو خاطر هستن که ما در قسمت اکسل زیادتر و زیادتر روی ریلیشنشیپ کار نمونیم. اینیال در اینجا نوشته کالم فورن کی، کالم پرایمری کی. پرایمری کی رو مد نظر بگیریم کدام کالم باشه. اول خب باید شما تیبلش هم مد نظر بگیرید. میگوین که ریلیتد تیبل، مثلا در این تیبل کدام تیبل دیگر، مثلا ما مین تیبل میگیم، این به عنوان پرایمری کی مد نظر بگیریم، آیدی شه. ببینید در اینجا این یکی رو چی مد نظر میگیریم؟ ریزالت تیبل به عنوان فورن کی مد نظر میگیریم به این شکل. اوکی، حالا ارتباط برقرار شد بین زیاد. به همین ترتیب ببین در حال چی هستن، پروسس هستن. حالا اگر دوباره ادیت کلیک کنید، خب پس دوباره روی زمین بخش میان، و اگر دیلیت بزنید دیلیت میشن و به همین ترتیب
تمام بخش هایی که در اینجا وجود دارن. یعنی در اینجا گزینه های ریلیشنشیپ به صورت کلی برقرار شد، یعنی ارتباط بین این دو جدول برقرار شد به این شکل. قسمت منیج دیتا مدل، زمانی که بیایم روی گزینه کلیک کنیم منیج دیتا مدلز جدا از این بخش تیبل شما رو در قسمت بالایی نشان میدن، اما یک گزینه دیاگرام رو ویو میدن. به این ترتیب ویو دیاگرام اگر بزنیم به این ترتیب ریلیشنشیپ های شما را در اینجا مشخص کنن. یعنی اگر بسیار عامیانه بگیم یک قسمی حالا به یک نحوی منیج دیتا مدلز که در اینجا وجود دارن در این قسمت وجود دارن manage data models ربطی میگیرن به ریلیشنشیپ، یعنی این دو تا کامنت با همدیگر ارتباط دارن. در صورتی که ریلیشنشیپ رو شما برقرار نکنید در اینجا شما همچون فضایی را نمیبینید. به همین ترتیب اینی حالتی هستن که شما میتونید که به عنوان ریلیشنشیپ در قسمت برنامه اکسل استفاده کنید. البته که این استفاده ازی به چه صورت استفاده میشن و چه قسمی کار گرفتم چون گفتم که باید شما ابتدا خب درست و حسابی مفهومی ریلیشنشیپ بفهمید، بعدا مفهومی جاین ها رو بفهمید. گفتم که اینر جاین داریم، لفت جاین داریم، رایت جاین داریم به این ترتیب. یا مفهومی انواع ریلیشنشیپ رو که ریلیشنشیپ به سه نوع هستن، یک به یک، یک به چندین و چندین به چندین هستن. این بخش این رو خیلی واضح بفهمید. و قسمت بعدی که در اینجا وجود دارن شما باید بخش کلیدها رو بفهمید، یعنی پرایمری کی، فورن کی و کاندیدیت کی و سوپر کی، اینا رو داریم. راجع به از اینا باید توضیح داده شدن که چی هستن. لذا در اینجا چون به صورت چی آمدن در اینجا ریلیشنشیپ آمدن، ما ریلیشنشیپ رو توضیح دادیم که ریلیشنشیپ ارتباط برقرار کردن بین دو یا بیشتر از دو جدول را در اینجا نشان میدن. یعنی ریلیشنشیپ وظیفهش اینمی بخش هستن که در اینجا اگر شما روی دیاگرام زیر کلیک کنید ببینید در اینجا برای شما میارن، یعنی یک جدول ریزالت شما اینجا هستن، جدول دیگه ای که در اینجا دارین جدولی مین شما. و اگر علامت را در اینجا مشاهده کنید اینی علامتی مورد نظر رویش هم این طرف هستن، یعنی اول شما باید اینی جدول پر کنید. کدام جدول؟ جدول مین ما کدام بودن؟ این جدول بودن. اول باید این جدول پر شوند چون نام دارن در داخلش. این چون برای به عنوان پرایمری کی در اینجا حساب شدن و این که فورن کی هستن در اینجا شما یک بخش جداگانه دارین. اگر احیانا در قسمت های بعدی در جلسات بعدی وقت شدن ما راجع به از اینا توضیح میدیم که چه قسمی یک ریلیشنشیپ را شما برقرارید. گرچند در برنامه مایکروسافت اکسس ما بیاین در اینجا مایکروسافت اکسس بخش ریلیشنشیپ ها به صورت کلی توضیح داشتن. البته فکر کنم که مایکروسافت امپلوی دیتابیس خب در اینجا نداریم. ما یک بار در قسمت فایل ها برم بعدا برای شما نشان میدم که به چه صورت هستن مایکروسافت. خب بین فایل ها ما قسمی که شما دیدین ما سرچ کردم ولی متاسفانه کدام فایل اکسل آماده ندارم اکسس و همین ترتیب که ریلیشنشیپ نشان میده. لذا در اینجا شما اگر متوجه شین به همین ترتیب یعنی مین تیبل ما کدام هستن؟ ای تیبل هستن که از اینجا یک نوشته هستن و در اینجا استار نوشته هستن. و زمانی که روی خط کلیک کنیم یعنی کدام تیبل ها با کدام کالم ها با هم دیگر ارتباط دارن؟ آیدی، یعنی باید آیدی ها یونیک باشن در اینجا که این کار بخشی ریلیشنشیپ بودن که با قسمت منیج دیتا مدلز که وظیفه منیج دیتا مدلز ای هستن که مدیریت منن این بخش دیتا های شما رو منیج کنن. به همین ترتیب که حالا این هم بخش هوم دارن که از اینجا get external دیتا رو که ما و شما خواندیم که در این قسمت بودن و در عین حال قسمت ریفرش و قسمت پیوت تیبل را ما هم خواندیم. در کجا خواندیم؟ در قسمت انسرت خواندیم به همین ترتیب. و انواع و بخشای که فیلترها هستن در اینجا بساط کلی و فاین امثال از اونها هم خواندیم. حالا قسمت مبحث دیاگرام و امثال از اونهاش میمونن. حالا منیج ریلیشنشیپ که دوباره روی این گزینه کلیک کنیم باز دوباره در اینجا میایین ادیت کنین، دیلیت کنین، چی از اینجا بیاین چی از اینجا در قسمت ریلیشنشیپ و از اینجا ادیت بزنین. فرق ندارن، هر دوی شبیه هم هستن، هر دویش یک کار رو انجام میدن به این ترتیب که این کار ریلیشنشیپ و قسمت منیج دیتا مدلز هستن که در اینجا شما متوجه هستید. خب ما یک بار چی میارم در اینجا فایل دوباره در این قسمت اگر ما ریلیشنشیپ در اینجا ریلیشنشیپ دیاگرام رو در اینجا سرچ کنیم ببینید انواع و اقسام از همون شکل همون دیزاین های ریلیشنشیپ در اینجا آمدن و برای ما نمایش دادن.
به همین شکل ما تانستیم که ریلیشنشیپ ها رو به صورت کلی و واضح بفهمیم که چی هست. خب ببینین قسمت بعدی که در اینجا هستن به نام what if analyze هستن. analysis براتون بگویم وظیفش تحلیل کردن هستن. مثلا در اینجا یک گزینه ای داریم به نام سیناریو منیجر. این چی کار کنه؟ شما در صورتی که یک بخش را دارین به این شکل، این بخش شما از اینجا میایین این محدوده را برای خود انتخاب کنین. قسمت چی میایین؟ قسمت سناریو منیجر میایین. شما به خاطر از اینکه بخواین از جای کمتر استفاده کنین، منیج کنین ایریای خود را، ابتدا قسمت اد در اینجا کلیک کنین. امی سناریوی خود نیم میدین. من در اینجا نوشتم فکر کنین که اینمی امتحان هستن که ما ماهانه برگزار میکنیم. در اینجا نوشتم که جنوری به همین ترتیب امتحان در جنوری فعال گرفته شد. اوکی. خب در اینجا چی آمدن؟ خب در اینجا چی میگن که شما از 32 سل زیادتر نمیتونید بگیرید. به این ترتیب به اون خاطر سل احتمال دارن که زیاد باشن، لذا در اینجا ما سل ها رو کمتر میشه. میگویم که به این ترتیب حالا تا این خانه را، این خانه مابقی از اینا رو مثل دری و در عین حال در اینجا ما دیلیت میزنم و در عین حال در اینجا این یکی را هم دیلیت میزنیم. البته این خانه را که در اینجا گرفتیم دیلیت میزنم و از قسمت خب ببینید در اینجا ما روی یک بخش میایم. ابتدایی رو باید از حالت جدول بکشیم. همین قسمتی که ما در اینجا اختصاص دادیم میایم از اینجا تبدیل مونم به رنج. خب حالا وقت میگیرن یک مقدار که ما دیزاین زیر برابر کنیم به این شکل. این یکی رو انتخاب مونیم و دوباره از اینجا میایم کلیر آل میزنیم. دوباره مجددا این یکی رو هم کلیر آل میزنیم. اگر حالا در تیبل تبدیل کنیم هم اشکال نداره. خب اینی آیدی را هم لازم ندارم در حال حاضر. البته ما در اینجا ایرم کلیر آل میزنیم و ایره هم میایم باردر برایش اختصاص میدیم. اینی بخش شما آمدین جایی برای چی ندارین زیادتر که شما بیاین ماه فوریه را در پایین و مارچ و اپریل و ماهای دیگر را در پایین نوشته کنید. قسمت دیتا میاین. قسمت چی میاین؟ واتیف انالایز سناریو منیجر. روی این گزینه اد میزنین. نام چی سناریوی خود میبینید. مثلا نوشتن که جنوری و از اینجا اوکی بزنید. حالا قبول دارم. ما میگیم جنوری انمی نمرات رو گرفتن درست هستن. خب در اینجا ماه بعدی میایم. در اینجا نامش میمونه فب، یعنی فوریه. در اینجا اوکی میزنیم. حالا نام ها خود درست هستن. ما نام ها رو کار نداریم، با تب تغییر میدیم. هادی نمراتش ما میگیم که 22 گرفتن، 33 گرفتن. حالا یک نمراتی متفاوت میمونم که فهمیده شما. فهیم 100 گرفتن، 20 گرفتن، حالا 30 گرفتن و می ترتیب. نسیم 50 40 60 گرفتن. زکی به می ترتیب 50 10 20 گرفتن و 30 20 و 10 گرفتن. اوکی. حالا شما میتونید که ماهای دیگر را هم در اینجا درج کنید. مثلا حالا جنوری چند، اگر از اینجا کلیک کنیم شو و اینمی رو نشان میده. ببینید دیتا هم تغییر نکردن. اما اگر فوریه رو نشان بدیم ببینید دیتا تغییر کردن. فهیمه ببینید 100 نمبر گرفتن، 22 امثال از اون میشه. و دوباره اگر روی جنوری کلیک کنیم دوباره پس نمراتی دیگر را برای شما نشان میدن. از قسمت دیلیت میزنین، ادیت میزنین، مرج میکنین. به همین شکل اینا بخش های هستن که در قسمت سناریو منیجر استفاده شدن. حالا دیلیت میکنین همین بخش. این از قسمت بخش سناریو منیجر هستن که مدیریت کننده بخشی از رنج هستن که بیشتر از 32 خانه نباشن و وظیفه از وظیفه سناریو منیجر این هستن که شما فقط میتونین که بر اساس پر کردن خود سناریوی خود، ریکارد کردن خود سناریو، میتونین در داخل عظمت تیبل دیتا ها را تغییر بدین. در اینجا ببینید قسمت بعدی که در اینجا هستن به نام گلسیک هستن. گلسیک وظیفه چی هستن و کار گلسیک چی هستن در اینجا. ببینید روی گلسیک کلیک کنیم 3 گزینه میاد. من به صورت کلی جداگانه کارم در یک شیت دیگر. ببینید مثلا اگر ما 20 نفر کارمند داریم در یک شرکت یا شرکتی ما 20 نفر کارمند دارن و بعد از اینا معاشش فیکس هستن روزانه برای از اینا یک کارمند عادی هستن. ما میگیم که 450 روپیه ما برای از اینا یا یک عدد اشاری مثلا اشاری نه یک عددی
تاق مد نظر 450 و مثلا 7 روپه را بر از اینا چی میدم؟ معاش میدم. در یک روز، البته این روزانه هستن، این تعدادی افراد هستن و این هم براتون بگویم که سلری پر دی هستن، یعنی در یک روز هستن و در اینجا یک روز میین یا دی، مثلا اینمی نفر یا رئیس این شرکتی ما چند پول در یک روز داشته باشن که مثلا 20 نفر را بتونن پولش پرداخت کنن. لذا در اینجا از فرمولای استفاده اینمی خانه را ضرب در 20 نفر مونیم دیگه، معمولا فهمیده میشن که باید امی صاحب کار یا رئیس شرکت 9140 روپه در پیشش باشن که تا 20 نفر را رضایت شه بگیرن در روز. اما یک روز هستن که اینا پول کمتر دارن، مثلا چند دارن؟ مثلا فکر کن 9000 دارن، یا مثلا همین 9000 رو مد نظر نمیگیریم، فیکس مثلا چند کم دارن؟ 457 روپه کم دارن. از اگر 457 روپه کم داشته باشن مجبور هستن که 19 نفر را بدن. اما اینا چی کار میکنن؟ میگن من معاش شما را فیکس تقسیم مونم، یعنی اینمی هر قدر که حالا مثلا حالا اگر فکر کنین که 9000 هستن، اینمی 9000 را سر 20 نفر تقسیم مونم و هر قدر که رسیدن. یا یک زمان هستن که انعام میدن برای کارمندای خود، میگن که من این دفعه 10000 روپه میدم برای شما، یا شما تقسیم کنین. شما چی کار کنین؟ میایین قسمت چی؟ قسمت گلسک در اینجا کلیک کرده میگوین اولا سیف سل اینمی خانه مورد نظر هستن، خانه ای که ولیوش چنج میشن. ما میگیم که ما میخوایم انعام بدیم، چند؟ 10000 روپه رو بر از اینا پرداخت کنیم. در کدام سل تغییرات بیاین؟ خب معمولا دیگه روی روز تغییرات بیاین. امی که اوکی رو بزنیم ببینید فی نفر باید 500 روپه پرداخت شود برش. کنسل میزنم در اینجا. دوباره روی گلسیک میایم، این بار تغییرات به چی میایم؟ میگیم که امروز من 8000 روپه همراه خودم آوردم. به همین شکل 8000 روپه که آوردیم، حالا تغییرات روی چی بیاین؟ روی سلری پر دی بیاین که اینا چقدر پول پرداختین. رویش کلیک کنیم به این ترتیب، یعنی روزا امروز از 457 روپیه چند روپه رو باید از اینا پرداخت کنیم؟ 400 روپیه، یعنی فی نفر 400 روپیه میدیم. 57 روپیش میگیم فردا میدیم برای شما، یا پس فردا برای شما میدیم. امروز من فقط 8000 روپیه با خود دارم. به همین ترتیب که این وظیفه از این بخش میشن. قسمت بعدی که هستن یک بخشی داریم به نام دیتا تیبل. در قسمت واتیف انالایز یک بخشی داریم به نام دیتا تیبل. در اینجا چیکار کنم؟ ببینید من اگر یک جدولی را ترسیم کنم در این قسمت، مثلا یک و از کارنر بکشم تا قسمت حالا 9 یا 8، در اینجا هم یک ترسیم کنم، باید رو از اینجا درگ کرده کش کنیم تا ایره تا 10 زیاد نه تا 10 بشه. آیا در قسمت بالایی یک عدد دلبخواه فرق ندارن، در بجوز صفر هر عددی که شما در اینجا درج کنید میتونید. در اینجا میایین عملیه اینمی اعداد را ضرب کنید با هم دیگر. 2 3 تو میشن 6. تمامی از این محدوده را انتخاب کنید، میایین بجوز این دو عدد تمام از این محدوده که در اینجا هستن انتخاب کنید، میایین روی دیتا تیبل. روی دیتا تیبل ضرب خاصیت تبدیلی را داره، یعنی اگر شما ضرب تغییر بدین، جای اعداد تغییر بدین، x ضرب y کنین یا y را ضرب x کنین، در حاصل ضرب تغییرات نمیایین. فرق ندارن، هر کدام از اینا شما انتخاب بدین. اعداد 3 و 2 را انتخاب کنین و از اینجا اوکی. چی اتفاق افتاد؟ برای شما یک ضرب زبانی را در اینجا ایجاد کرد، یک جدول ضرب زبانی را، اگر شما متوجه شین در اینجا. به همین ترتیب ببینید 1 2 3 تا 10 آمدن، 1 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. به همین ترتیب تا چی؟ تا 8. به همین ترتیب شما میتونید به نهایت هم در اینجا ضرب زبانی رو در اینجا ایجاد کنید، جدول ضرب زبانی رو. به همین ترتیب و به همین سادگی. این از قسمت گزینه به نام چی بودن؟ قسمت به نام دیتا تیبل. فورکست شیت، فورکست برای شما چی رو میگن؟ یعنی پیش بینی، آمار. به همین ترتیب که شما به چی صورت یک آمار را مد نظر میگیرید، در صورتی که دیت باشن، در اینجا دیت شاملش باشن. مثلا یک نفری که پول میخرن یا پول میفروشن، دلار را
افغانی میخرن، افغانی رو دلار میخرن، اینا آمار را دارن در پیش خود. چه قسمی آمار را دارن که دیروز چند خریدن، امروز چند بفروشیم و در یک ماه امی گراف ازی به چی صورت بودن. این خیلی مهم هستن. شما میایین در اینجا یک ابتدا نوشتن نیم، بعدا نوشتن که سلری، بعدا نوشتن دیت و میشه این قدر چی را ما البته نام را از اینجا میارم به خاطر اینکه وقت نگیرم. کنترل سی میایم در اینجا کنترل وی میزنم، کنترل وی و میشه. معاشات رو ببینید من متفاوت در اینجا درج کردم به همین ترتیب. حالا در اینجا این خیلی زیاد هستن و میشه و تاریخ را هم متفاوت درج می‌کنیم. در اینجا کنترل همراه با سی میکارن اد کنیم و همین شکل رو از اینجا درگ کنیم. ببینید تاریخ 21 هستن، 22 23 24 25. من زوم مونم برای شما ببینید که واضح معلوم میشه. در اینجا دبل کلیک و میشه. یعنی به صورت کلی همچون دیتایی را ما داریم. یادتان باشد اگر دیت نداشته باشن، مثلا من اینمی محدوده رو انتخاب کنم، قسمت دیتا بیایم و از اینجا فورکست کلیک کنم، در اینجا گزینه چی میایم برای ما؟ کرییت غیر فعال هستن، یعنی شما کرییت نمیتونین در اینجا. گفتم آمار را هم برای شما نشان نمیدن. چرا؟ چون به خاطری که اینمی بخش ما چی هستن؟ متکی یا براتان بگویم که نیازمند تاریخ هستن که به اساس تاریخ آمار را نشون بدن به این شکل که آمار گذشته چه قسمی بودن. شما چی کارین؟ میایین از اینجا محدوده ای که مشخص مونین یک دیتا هم به همراهش میگیرین. حالا اگر روی این گزینه کلیک کنیم ببینید جدول فرق کنه. چی میگن؟ معاش در این روز مثلا در روزی حالا 22 در اینجا است 21 به این ترتیب آمدن، یک بارگی به طرف پایین آمدن به این شکل. حالا زیادتر آمار که اینا بررسیدن از حدس خود دیتا هستن، یعنی خود اکس هستن. چی میگن؟ مگه زیادتر، چون از این خاطر در اینجا ببین گراف برجسته تر شده در اینجا. احتمال دارن که به این ترتیب به طرف بالا بیاین و احتمال خیلی زیاد دارن به طرف پایین بیاین به این شکل. ولی احتمالی چی دارن؟ احتمال خیلی زیاد مثلا 80% الی 70% هستن که اینی یک کمکی اگر متوجه شید رنگش متفاوت تر هستن. به همین ترتیب آهسته آهسته سیلی نزولی داشته باشن به همین ترتیب. این حالتش هستن. اگر ما از اینجا روی کرییت کلیک کنیم ببینید آمارش در اینجا برای ما میکشن در یک شیت متفاوت. کافی است از اینجا تاریخ مثلا قیمت چنج کنیم ببینید کاملا تغییر کردن در اینجا. اگر دوباره در اینجا باز دوباره تغییرات بیاد بشه. آمار را آوردن گفت یک بارگی به بالا آمدن، باز دوباره گراف دیگر را باز دوباره به همین ترتیب گفتن که میاین به طرف بالا حرکت دارن. این از قسمتی فورکست هستن که وظیفه فورکست در اینجا متوجه شدیم. قسمت بعدی که در اینجا هستن گزینه داریم به نام گروپ وظیفهش یک جا کردن هستن. رو را یک جا می‌کنین یا کالم به ترتیب یک جا میشن و دوباره پس باز میشن. ان گروپ از حالت گروپ میکشن. اگر دوباره در اینجا بیاین سب توتال رو کلیک کنین، مثلا ما سلری رو میخوایم که اما سب توتال معاشات رو در اینجا مشخص کنیم. ببینید فاطمه سب توتالش این قدر هستن، فهیم سب توتال فب در اینجا آوردن بشه. هر کدامش و در این ها برای ما به صورت آتو در اینجا نوشته که حالا در مجموع عمومیش این قدر شده. به همین شکل یا به همین منوال به صورت کلی از قسمت توتال گروپ ان گروپ و فورکست شیت را به صورت کلی ختم کردیم. این مکمل از بخش دیتا بودن. تا جلسه بعدی خدا نگهدار.